بچه من علیه هستم. خوش آمد به این آموزش ریاضی پایه هفتم. اومدیم امروز براتون چند تا سوال، 2 تا سوال ریاضی پایه هفتم رو براتون انجام بدیم. پس بریم سراغ ویدیو. خب ببینیم این کسری که به ما داره چیه. 1/2 به اضافه 1/4 به اضافه 1/8 تا برسه که به اضافه 1024. حالا ما اینو چطوری حساب کنیم؟ بچه این جای خالی نیست، بذارید اینو بهتون بگم. این یعنی ادامه داره. این علامتیه که میگه ادامه داره، یعنی بعدش میتونید الان 1/16 بعدش میشه 1/32 1/64 و ادامه پیدا میکنه تا 1024. ما هم 1/2 مینویسیم به اضافه 1/4 میکنیم به این شکل. و حالا یه دونه مخرج مشترک 4 براشون میگیریم که چطوری بگیریم. 2 ضرب 2 میشه 4. پس 2 ضرب 2 میکنیم اینجا مینویسیم و 1 هم ضرب 2 میکنیم و اینجا مینویسیم. بعد این دو تا رو با هم جمع میکنیم که میشه 3/4. حالا بعدی میایم 3/4 رو به اضافه 1/8 میکنیم به این شکل. و برای این هم همون مخرج مشترک میگیریم، ولی این باید مخرج مشترک 8 رو براش بگیریم که من اینطوری گرفتم و حالا جمعشون میکنیم با هم. حالا ما فکر میکنیم میگیم من الان این دوتا رو میذارم اینجا. خوب بهش دقت میکنیم ببینیم رابطه بین این دوتا چیه که بتونیم راحت‌تر اینو انجام بدیم. رابطه این دوتا میتونه این باشه. 3 اگه نگاه کنیم 3 صورت یه دونه از 4 مخرج کمتر و 7 صورت یه دونه از 8 مخرج کمتره. ما میایم حالا چیکار کنیم؟ پس میایم اینجوری اینجا مینویسیم 1023 1024 به همین سادگی. الان تونستیم ما اینو حل کنیم. بریم نمونه دیگر حل کنیم. 1/1 ضرب داره 1/1/4 ضرب داره 1/1 تا 1/100. بریم اینو انجامش کنیم. اول این 1 میشه 3/3 مینویسیمش و منهای 1/3 میکنیم که میشه 2/3. بعدی هم همین کار میکنیم. این میشه 4/4 منهای 1/4 میکنیم. حالا شاید با خودتون بگید این یکا چطوری میشه مثلا 3/3 یه 4/4. این 1 یعنی یه واحد کامل. واحد الان مخرج ما چنده؟ 4. پس میشه این 4/4 به این شکل. بعد میایم اینا رو نگاه میکنیم و این هم شد مثلا 3/4. حالا میایم اینا رو همه رو مینویسیم و اینطوری رو ضرب رو میزنیم کنارشون و میرسیم به این تا به آخر. حالا اینا رو برای ضرب کردن ما میایم چند تاشون رو ساده میکنیم. اینا رو حذف میکنیم. میایم 3 با این 3 میره 4 با این 4 میره 5 با این 5 که اینجا نداره میره و این 99 با این 99 میره. این 98 هم قبلا رفته با 98 قبلش رفته. این 99 هم با این 99 میره. حالا چی میمونه؟ 200 که ضربشو کنیم 200. به همین سادگی ما الان تونستیم اینم انجام بدیم که جوابش شد 200. امیدوارم این آموزش به دردتون بخوره و بتونید از این استفاده کنید. تا آموزش‌های بعدی